آیا قیمت سکه به 60 میلیون تومان میرسه؟ بریم با هم دیگه قیمت سکه رو تو چند سال گذشته بررسی کنیم. سال 97 قیمت سکه 4 میلیون 510 هزار تومان بوده، 98 6 میلیون تومان، 99 10 میلیون 730 1400، 12 میلیون 270 1401، 26 میلیون 500 1402 که شاهکار بوده به نزدیک 37 میلیون تومان رسیده. اما افزایش قیمت سکه تو این چند سال به سه دلیل عمده بوده. اولیش افزایش قیمت دلار، دومیش یه تورم 45 تا 50% و سومیش افزایش قیمت اونس طلای جهانی که تو این 5 سال باعث شده قیمت سکه به صورت میانگین سالی 60% رشد بکنه. اما چند وقتی که بانک مرکزی چند تا حراج گذاشته و داره سکه میده، هم نیم سکه میده، ربع سکه میده و تمام سکه هم تو آخرین حراج داده. بریم ببینیم که بانک مرکزی هر بار که سکه عرضه میکنه آیا باعث اصلاح میشه؟ بله، هر بار که سکه عرضه کرده یه اصلاحی داده، اما این اصلاح ها هیچ تأثیری توی رشد قیمت سکه در بلند مدت نداره و سکه در بلند مدت حتما رشد میکنه. با توجه به توضیحات بالا، یعنی افزایش قیمت دلار، افزایش تورم و افزایش قیمت اونس طلای جهانی، تا سال 1404 قیمت هر یه دونه سکه میتونه به 60 میلیون تومان هم برسه. حتما این پست رو برای دوستاتون بفرستین که تو این اصلاحات سکه هاشون رو نفروشن.